کتاب درباره با گل‌ها نام دارد. به طور نظم آماده شده است. این کتاب 130 ساله به زبان انگلیسی در کدام کتابخانه در بریتانیا نیست، بلکه در کتابخانه در قرغان تپه نگه داشته می شود. کتابخانه که 10 سال پیش در مرکز ختلان باز شد و به یک مرکز اساسی برای تعلیم زبان انگلیسی تبدیل یافته است. پول مرچند شهروندی بریتانیا که 30,000 کتاب را از کشورش به سختی اینجا آورد و کتابخانه تشکیل داد، میگوید در اینجا برای همه باز است. هدف امکان فراهم کردن برای مردم است که توانند به آموزش روند، کریر کنند، بخصوص برای یتیمان و افراد معلول. کتابخانه و مرکز تعلیمی بخشی از برنامه فرهنگی سوارت تپه است که با کمک سفارت بریتانیا در دوشنبه اجرا می شود. اکثر کتاب‌ها بدیعی و تعلیمی هستند. در مدت 10 سال بیشتر از 3,000 نفر اینجا زبان آموختند. کورس تعلیمی 1 ماهه انگلیسی 80 سومانی است، ولی نصف خواهشمندان رایگان درس می‌گیرند. آموزش زبان انگلیسی در تاجیکستان سال به سال رایج‌تر می شود، چون جوانان زبان انگلیسی را یک راه رسیدن به اروپا و دیگر کشورهای غربی و راهی رسیدن به زندگی خوبتر می دانند. وقتی که یگان چیز برای درسامون در کار میشن، ما همینجا میایم دسترس میکنیم، میگیریم، میخونیم، لغت دارد، از راه استفاده میبریم، از گراماتیک و معلمای خوب دارد، معلمانشون میتن با. صبرینا سنگینова خواننده صنف دهم لیسه‌ای رقم 1 قرغان تپه 2 سال است اینجا انگلیسی میخواند و خوب پیشرفت کرده است. And running is worse. First was going nothing to help. اما کتابخانه سوارت تپه مثل تمام مؤسسه‌های فرهنگی تاجیکستان به کمک مالی نیاز دارد. پول مرچند به دوشنبه نمی رود تا خرج زیادتی نکند و پول معلمان را پردازد. یگانه کتابخانه و مرکز مجهز تعلیم زبان انگلیسی در ختلان فقط از حساب پول خیریه سفارت بریتانیا و پول کارش را پیش می برد که دانشجویان می پردازند.